دیابت یا شکر چیست؟ به چند دسته تقسیم شده و آیا تداوی دارد و یا نه؟ عسل خوردنیه که مملو از خواص و مواد مغذی است و همه آن را به عنوان یک ماده جادویی برای سلامت میشناسیم. شخصیت سالم و ویژگی های شخصیت چی است؟ ما چطور میتونیم یک شخصیت سالم داشته باشیم و در جامعه خوب بدرخشیم؟ سلام، وقت همه شما عزیزان بخیر. امید جور و صحتمند و سرحال باشین و لباس عافیت بر تنهای شما عزیزان باشد. شما را خوش آمدید میگم به برنامه شفا از تلویزیون هلال. عزیزا، امروز همچنان ما موضوعات را در نظر گرفتیم به شما در این برنامه که تا آخر برنامه توجه شما را به او جلب می‌دارم. در قدم اول دیابت و یا همچنان به زبان ساده شکر. آشنایی با مبانی دیابت گامی است برای نگهداشت بهتر سلامتی ما. اگر ما دیابت و یا همچنان شکر را بهتر بشناسیم، میتونیم خود را و سلامتی خود را کنترل کنیم تا ای که ما خدای نخواسته به مرض شکر مبتلا نشویم. در این بخش که بخش اول برنامه هست، صحبت‌هایی داریم با دکتر صاحب نصیر احمد نبوی، متخصص داخلی عمومی در مورد دیابت و یا همچنان به زبان ساده شکر که چی هست و ما چطور بشناسیم شکر را و آیا تداوی داره و یا نه. توجه شما را جلب میکنیم به این بسته. بیننده های عزیز، دکتر صاحب با خود داریم. خوش آمدید میگیم شما. خوش آمدید دکتر صاحب. مهربانی. سلامت باشین. دکتر صاحب، از این شروع میکنیم که دیابت چیست و به چند دسته تقسیم شده؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب مرض شکر یا به اصطلاح طبیش دیابت میلیتس یک سندروم کلینیکی است، یعنی مجموعی از اعراض و علائم است که در کل یک تشوش متابولیک است که از سبب کم تولید شدن، نه تولید شدن انسولین و یا هم مقاومت حجرات در مقابل انسولین به وجود میاد و سبب از این میشه که گلوکوز در خون بالا بره و باعث اعراض علائم نزد شخص شود. یعنی یک تشوش متابولیک است که سبب کم تولید شدن انسولین و یا نه تولید شدن انسولین و یا هم مقاومت حجرات در مقابل انسولین به وجود میاد و سبب بلند رفتن شکر یا قند خون نزد مریض میشه و باعث به وجود آمدن اعراض علائم میشه. فیصدی وقایعش فوق العاده زیاد است. تقریبا در تمام جهان میگن که هفتمین علت مرگ و میر در جهان تشکیل میده و بیشتر از 400 میلیون افراد در کل جهان مصاب دیابت میلیتوس است و فیصدی مرگ و میر هم سالانه میگه از 4000 در تمام جهان بلندتر است. در افغانستان هم نظر به احصایه‌ای که سالهای قبل گرفته شده بودند تقریبا میگفتند که 8.4% نفوس افغانستان مصاب دیابت هستند. و از نظر تصنیف اگر بگوییم به صورت عموم به تایپ 1 و تایپ 2 تصنیف میشن و تایپ های سکندری هم داره، مثلا دیابت زمان حاملگی و سکندری یا ثانوی. خب در تایپ یکش گفته میتونیم که تایپ 1 که دیابت میلیتس پاتولوژی یا ساختار مرض طوری است که در اوجه انسولین قطعا افراز نمیشه، یعنی خود حجرات بیتای پانکراس قدرت تولید انسولین از دست میده، باید انسولین از بیرون بگیرند و این تایپ معمولا در سنین که سنشان در سنین اطفال دوران مکتب و یا سنشان که 30 سال کمتر باشه، معمولا وزنشان کم می باشه و اسباب از ایران تقریبا میگن که 95% اوتوایمون است، یعنی سیستم معافیتی عضویت در یا رول دارن، ارثیت یا ژنتیک در یا رول دارن
و 5% ایدیوپاتیک و بدون سبب خاص گفتند. بله. و شکل دومش تایپ 2 که بسیار معمول است و فیصدی وقوعاتش گفتیم که از 100% تقریبا 5 الی 10%ش تایپ 1 تشکیل میده و تقریبا 90 الی 95%ش تایپ 2 تشکیل میده که فیصدی زیادترش تایپ 2 است. در تایپ 2 هم مکانیزم یا ساختار مرض طوری است که بعضی فاکتورهای مساعد کننده دارند. مثلا کسایی که سنشان از 40-45 بالاتر باشه و یا هم وزنشان زیادتر باشه، کسایی که فعالیت فیزیکی روزانه نداشته باشند، کسایی که تشوش لیپید خون داشته باشند، کسانی که فشار بلند خون داشته باشند، کسانی که سابقه ارثی داشته باشند، یعنی از اعضای فامیل پدر یا مادرشان مصاب دیابت باشند، کسایی که پولیسیستیک اووری داشته باشند و کسایی که فشار بلند خون داشته باشند، یعنی یا فاکتورهای مساعد کننده به خاطر دیابت تایپ 2 هستند که با کنترل یا وقایع اینی فاکتورها ما میتونیم دیابت تایپ 2 را وقایع بکنیم و یا از به وجود آمدنش جلوگیری بکنیم. بله. اعراض و علائم دیابت و یا همچنان شکر چی هست و چطور ما تشخیص داده میتونیم که ما به تکلیف شکر مبتلا شدیم؟ بله. قبل از یک سر کلینیک اعراض علائمش بیایم در خود ساختار مرض که مثلا گنگ نبره برای بینندگان عزیز ما. خود انسولین از غده پانکراس افراز میشه. وظیفه عزیز که گلوکوز داخل حجرات بکنه تا به مصرف برسن. در صورتی که افراز از این تنقیص بیفته یا در مقابل از این حجرات مقاومت نشان بده، بالاخره سویه گلوکوز بالا میره. درباره کلینیکش باید بگویم که در تایپ 1 معمولا اعراض علائم طوری گفتن که میشه که مریض از پرخوری، پرنوشی و تکرر ادرار، ای از علائم وصفی است، اما میشه که به صورت تصادفی بدون هیچ نوع اعراض علائم مریض شفاخانه به شکل اختلاتیش مراجعه بکنه، مریض به شکل کومای دیابتیک به شفاخانه مراجعه بکنه و یا هم سبب انتانات طرق بولی. دیگه به صورت عموم کلینیک مریض پرخوری، پرنوشی، تکرر ادرار، خصوصا در تایپ 1 وزن مریض کم می باشه، مریض زود عصبی میشه، انتانات مکرر طرق بولی نزد مریض موجود می باشه، مریض احساس خستگی، زود عصبانیت نزد مریض موجود می باشه و زخم ها به صورت درست یعنی زودتر التیام نمیافن. این از جمله اعراض و علائم در تایپ 1 بوده میتونه. و در تایپ 2 کلینیک طوری گفتن که میشه در 50% واقعات مریض حتی هیچ اعراض علائم نداشته باشه. به صورت تصادف مریض شفاخانه مراجعه میکنه، شکر خون خود چک میکنه، میبینه که از 126 بالا هست و یا هم تشوش دید نزدش پیدا شده و یا تشوش کلیه نزدشان پیدا شده یا فشار خونشان بلند از دپالوی معاینات از این دفعه به صورت تصادفی شکر خونشان بلند دریافت میشه و مریض تشخیص میشه. اما در صورتی که اعراض علائم وصفی این تایپ هم مثل تایپ 1 امو پرخوری، پرنوشی، تکرر ادرار نزد مریض موجود می باشه، مریضای تایپ 2 معمولا چاق یا اوبز می باشه، وزن زیاد می داشته باشند و دیگه مریض زود خسته میشه، زود عصبی میشه و انتانات مکرر طرق بولی نزد شخص موجود می باشه. همچنان اعراض و علائمی که سبب تشوشات نیوروپاتی های محیطی یا عصب محیطی نزد مریض موجود می باشه، مثلا نمنس یا کرختی، سوزنک زدن پایا و انگشتان نزد شخص موجود می باشه و یا زخم هایشان به صورت درست زود التیام نمیافته. این از جمله اعراض و علائم وصفی در مریضای شکر بوده میتونه. شما از دیابت تایپ 1 و تایپ 2 گفتین. نوع سوم از اینا که است شکر کم، یعنی قند خونشان پایین می باشه. بله. این چگونه مریضی می باشه؟ خب در کلینیک مریض ما سر تایپ 1 و تایپ 2 رفتیم و گفتیم که در تصنیف تایپ های ثانوی یا سکندری هم دارند. در تایپ سکندری که ما دیابت دوران حاملگی را برش اشاره میکنیم که دوران حاملگی به صورت موقت شکر خون مریض نسبت به نظر به تحولات و تشوشات هورمونی بلند میره، اما تا 6 هفته بعد از ولادت دوباره شکر خون به حالت نرمال میآید. و یا هم کسانی که بعضی ادویه های استفاده میکنن و هم سبب شکر نزد مریض شده میتونه. سوال در رابطه با سوال خود شما اگر بگوییم که شکر خون وقتی که پایین بیاید، این در تصنیف خود شکر نمیاید، اما در جمله اختلاطات حاد شکر میاید که این را پسانتر ما سرش اشاره خواهد داشتیم. ما اختلاطات شکر یا کمپلیکیشن های مرضی شکر حاد و کرونیک داریم که خود هایپوگلایسمی یا پایین آمدن شکر
از اختلاطات حاد مرض شکر است که درباره‌اش با تفصیل صحبت کردیم. بله. اعراض و علائمش چی هست؟ درباره اعراض علائمش پیشترک ذکر کردیم. خب حال میایم سر خود کامپلیکیشن های مرض، یعنی نظر به سوال خود شما. کامپلیکیشن ها یا اختلاطات مرض به صورت معمول ما یکی کامپلیکیشن ها یا اختلاطات حاد داریم که دفعتاً نزد شخص به وجود میاد و یکی اختلاطات مزمن داریم که ماها سالها را در بر میگیره که مریض شخص مصاب شکر است و به این اختلاطات مواجه میشه یا مبتلا میشه. هایپوگلایسمی یا پایین آمدن شکر خون از جمله اختلاطات حاد است که دفعتاً کسانی که مثلا مریض شکر ما دوای شکر استفاده میکنه، مثلا نان نخورده، دفعتاً شکر خون مریض پایین میاد. یا مریض ورزش میکنه، در پالیش مریض انسولین گرفته، انرژی را به مصرف میرسانه، دفعتاً شکر خون مریض پایین میاد. که پایین آمدن شکر خون سابق یعنی فیصدی به کدام مقدار؟ در صورتی که از 60 میلی گرم فی دسیلیتر پایین بیاید و معمولا اعراض علائم از این چی است؟ شکر خون در صورتی که پایین بیاید برای مریض معمولا میگه رعشه پیدا میشه، تکان قلب پیدا میشه، مریض مضطرب میشه، ظوفیت به وجود میاد، عرق میکنه، پالپیتیشن یا تکان قلب نزدش پیدا میشه، بالاخره شعور مریض کم کم طرف زایل شدن میره، مریض کانفیوز میشه و بالاخره کوما و حتی اختلالات یا حملات میرگی وره کانولژن و یا هم اختلاج سر شخص میایه و بالاخره مریض به کوما میبره که یکی از جمله اختلاطات حاد مرض شکر است. و توصیه ما به مریضان دائم است در صورتی که مریض مصاب شکر است و دفعتاً شعور خود از دست میده یا سرش اختلال یا گنگسیت، پالپیتیشن، تعرق نزد مریض به وجود میاد و یا گلوکومتر ندارن که دفعتاً شکر خون خود چک بکنن، در اون صورت بهترین راه است، به خاطر که در صورتی که میگیم شکر خون از 60 پایین شوه طرف هایپوگلایسمیا یا مریض میتونه که به طرف کوما بره، اما بلند میشه که از 300 400 بلندام باشه مریض به حالت وخیم دفعتاً برده نمیتونه. به این خاطر ما برای مریض توصیه میکنیم در صورت که اعراض علائم نزد شما به وجود بیاد شما میتونین یک قاشق چای شیرین یا چاکلیت دفعتاً برای مریض بدین که شکر دفعتاً بالا بره و شما باعث نجات مریض میشه. دکتر صاحب در مورد ای که چطور تشخیص میشه و همچنان در مورد تداویش بعد از وقفه صحبت میکنیم. بیننده های عزیز وقفه کوتاه داریم، دوباره در خدمت شما برمیگردیم. البته فراموش نکنید که در مورد تداوی شکر همچنان صحبت میکنیم. در زمانهای سابق اکثرا عسل را با دواهای مختلف یکجا میکردن و مخلوط میکردن، چرا که مفیدیت های از او باید بیشتر شود. پس به مو عنوان ای را یک خوردنی جادویی حساب میکنن. میریم با هم یکجا و ای بسته معلوماتی را مشنویم. عسل همواره یکی از محبوب ترین خوراکی ها و در عین حال داروی تسکین بسیاری از بیماری ها بوده است. در سرتاسر کره خاکی نیاکان ما از مزایای عسل به خوبی آگاه بودند. عسل برای خون شما مفید است. عسل تأثیرات مختلفی بر روی بدن دارد و این امر بستگی به نوع مصرف شما دارد. اگر عسل را با آب نیمگرم مخلوط کرده و بنوشید، تأثیرات بسیار مفیدی بر روی تعداد گلوبول‌های سرخ موجود در خون دارد. عسل سالمتر از بوره است. در ارتباط با تأثیرات منفی بوره بر روی بدن سخن فراوان است. عسل جایگزینی فوق‌العاده برای بوره است و هم شیرین و هم سالم است. گرچه ساختار کیمیایی عسل حاوی قندهای ساده می باشد، اما این ساختار کاملا متفاوت از ترکیبات بوره است. عسل از خواص ضد میکروبی و ضد عفونی کننده برخوردار است. مصرف عسل موجب تشدید خواص داروهای ضد میکروبی، تقویت عملکرد پاتنها و ایستادگی در برابر فعالیت‌های میکروبی مضر می‌شود. مطالعات متعددی در زمینه تأثیرات عسل در درمان زخم‌ها صورت پذیرفته است. یکی از این مطالعات نشان داد که خاصیت دارویی عسل زخم را دستخوش فرایند پاکسازی ویژه‌ای می‌کند، یعنی باکتری‌های موجود در زخم را به طور کامل از بین می‌برد.
همچنین مشخص شده عسل آنچه تعامل باکتریایی خوانده می شود را در هم گسیخته و همین امر موجب کاهش شدت خاصیت بیماریزایی باکتری ها شده و برای آنتیبیوتیک ها مجال تأثیرگذاری فراهم می آورد. عسل یک خوراکی انرژیزا است. یکی از مهمترین کاربردهای عسل در طب سنتی انرژیزایی بیدرنگ آن است. عسل به هضم غذا کمک می کند. عسل با عفونت‌های پوست سر و انواع عفونت‌های جلدی مبارزه می کند. همچنین عسل فواید بیشماری برای سلامت پوست سر و بدن دارد. در یک تحقیق مختصر که بر روی 30 بیمار به بررسی تأثیر عسل در درمان چربی‌های نابهنجار پوست و شوره سر پرداخت، از شرکت کنندگان درخواست شد تا عسل خام رقیق را هر یک روز در میان با ملایمت بر روی نقطه‌ای که ناهنجاری پوستی قرار دارد و مدت 2 تا 3 دقیقه بمالند. عسل به خواب عمیق و صحیح در کودکان کمک می‌کند. نتایج مقدماتی از چندین تحقیق نشان می‌دهد که عسل موجب بهبود کیفیت خواب در کودکان می‌شود. با توجه به اظهار نظر والدین، تحقیقات منتج به این شد که عسل موجب کاهش سرفه‌های شبانه کودکان شده و همین امر خواب عمیق‌تر و آرامتری را برای کودکان در پی دارد. اگرچه عسل دارای خواص بیشماری است، اما بیماران دیابتی در مصرف عسل مانند هر کربوهیدرات دیگر مقدار مجاز را رعایت کنند. وقتی گفته می شود دیابتی ها عسل مصرف کنند، منظور عسل طبیعی و خام است. بسیاری از عسل هایی که در بازار وجود دارند نه تنها برای دیابتی ها مفید نیست، بلکه به خاطر انواع شیرین کننده هایی که در آن وجود دارد خطرناک هستند. به عنوان کسی که با دیابت درگیر هستید و یا یکی از اعضای خانواده تان این مشکل را دارد، قبل از اضافه نمودن عسل در برنامه غذایی حتما با دکتر مشوره کنید. باز هم خوش آمدین عزیزا. در مورد دیابت و یا همچنان شکر با دکتر صاحب نصیر احمد نبوی صحبت کردیم که شکر چی هست یا همچنان به زبان طبی دیابت چی هست و به چند دسته تقسیم شده و اعراض و علائمش چیست. خب جناب دکتر صاحب، به مریضی که دچار شکر باشه چی اختلالات در آینده برایش پیش میشه؟ بله. خب طوری که گفتیم مرض شکر خودش یک تکلیف مزمن است، دوامدار است. اختلالاتش هم به صورت حاد و مزمن یعنی طویل مدت نزد شخص به وجود آمده میتونه. از جمله اختلالات حادش ما پیشترک اشاره داشتیم، یکی هایپوگلیسمی یعنی شکر خون دفعتاً در خون پایین میاد و باعث اعراض علائمش که گنگسیت و ضعفیت و بی‌حالی و تکان قلب و بالاخره کوما، ضیاع شعور و یا هم اختلالات نزد شخص به وجود میاد. یا از جمله اختلالات حاد است. و اختلالات حاد دیگهش ما برش از سبب بلند رفتن شکر خون به وجود میاد به صورت حاد هایپوگلیسمیک هایپر اوزمولار استیت و دیابت کیتواسیدوزیس است که هم دفعتا نزد شخص کلینیکش طور است که برای مریض دلبدی، استفراغات، درد شکم، گنگسیت که یک سبب تب یا مثلا عملیات یا استرس سبب از شده میتونه، دفعتا شکر خون بلند میشه و مریض دلبدی، استفراغات، درد شکم، بالاخره گنگسیت و بالاخره مریض ضیاع شعور و طرف کوما شخص برده میتونه که این از جمله اختلالات حاد است و مریض باید دفعتا به شفاخانه برده شود و تحت مراقبت های جدی قرار بگیره. و در اختلالات مزمن یا طویل مدتش گفته میتونیم که ما اختلالات میکروواسکولار و ماکروواسکولار داریم. مایکروواسکولار و ماکروواسکولار. در مایکروواسکولار یعنی اختلالاتی که سبب اویه‌های کوچک به وجود میاد، معمولا اختلالات ریتینوپاتی یعنی تشوشات در چشم است که سبب تشوشات دید و آفت‌های چشم میشه و یا هم نفروپاتی که سبب تشوشات کلیه، گرده و بالاخره عدم کفایی گرده میشه. و در اختلالات ماکروواسکولار که تقریبا اویه نسبتا بزرگتر مساب میسازه، سبب منگ رگ‌ها یا پروسی اتروسکلروزیس تشدید پیدا میکنه و میشه که نزد مریض سبب اسکیمی قلبی، سکته های قلبی، سکته های مغزی و بالاخره هم آفات اویه و عصبی محیطی نزد شخص به وجود بیاید که از جمله اختلالات مزمنش است. به مرور زمان در طول 5 سال 10 سال حتی میشه که اختلالات به صورت مخفی سیر بکنه. شما مریض دفعتا به کلینیک مراجعه میکنه، میگه که از سابقه شکر شاکی نیست، اما وقتی که شما معاینات میکنین یا چشم مریض معاینه میشه یا
تست وظیفوی گرده نزدش انجام میشه، میبینید که از اعراض علائم اختلاط مرض نزد شخص دیده میشه. یعنی مریض از 5 سال 10 سال قبل مصاب شکر بوده اما اعراض و علائم نداشته. به خاطر تداوی و وقایه از این هم یکی از اهداف تداوی مریض شکر اینمی است که مریض به اختلاطات نره، از این اختلاطات نزد شخص جلوگیری شود. بله. و چطور تشخیص داده میشه دیابت؟ بله. خب درباره تشخیص مرض باید گفت که تاریخچه بسیار رول مهمه داره و در کلینیک مریض ما گفتیم که تایپ 2 میشه در 50% واقعیت هیچ مریض اعراض علائم نداشته باشه، شما به معاینات مرض تشخیص بکنین. اما باز هم خود WHO کریتریایی را برش وضع کردن که میگن در صورتی که مریض امی اعراض علائم وصفی پرخوری، پرنوشی و تکرر ادرار را داشته باشه، زخمی هایشان زود التیام نکنه و یا انتانات مکرر طرق بولی را داشته باشه، در این صورت اگر شما شکر خون مریض چک بکنین به حالتی که 8 ساعت مریض گشنه باشه، 126 و یا از این بزرگتر باشه، تشخیص شما قطعی میشه که مریض مصاب شکر است. و یا هم در صورتی که اعراض علائم وصفی را نداشته باشه، شما 2 بار در صورتی که مریض برای 8 ساعت گشنه باشه، یعنی فاستینگ بلاد شوگر نزد مریض معاینات اجرا میشه، در صورتی که 126 از این بازار بالاتر باشه تشخیص مرض شکر وضع میشه. اما در بعض حالات میشه که شکر مریض بین 100 تا 126 باشه که ایرا ما پری دیابتیک یا ایمپیر گلوکوز تولرانس برش میگیم، یعنی تشوش تحمل گلوکوز. در این صورت باز ما تستای وصفی خاص برای داریم که برای مریض اجرا میشه، یعنی گلوکوز تولرانس تست نزد مریض اجرا میشه، طوری که برای مریض ما 75 گرم گلوکوز در 200 سی سی مایعات برای مریض میتیم و بعد از دفعتا شکر مریض خون مرض شکر مریض معاینه میکنیم و بعد از 2 ساعت معاینه میکنیم. در صورتی که شکر خون مریض بعد از 2 ساعت بلندتر باشه، در این صورت هم بازم تشخیص قطعی وضع میشه که مریض مصاب شکر است. بر علاوه از این که ما شکر خون چک میکنیم، ما بعضی معاینات وصفی خاص دیگر هم داریم که هموگلوبین A1C. این معاینه است که به صورت نرمال در خون تا 5.7 سوی نرمالش است و در صورت که 6.5 بلندتر باشه در خون برای ما شکر تشخیص قطعی میسازه و این تقریبا اوسط به صورت تدریجی، یعنی اوسط شکر خون در طول 3 ماه برای ما نشان میده. بهترین معاینه است در صورتی که ما بالای FBS یا فاستینگ بلاد شوگر مشکوک باشیم، این معاینه را برشان میتیم و این برای ما اوسط 3 ماهه شکر خون برای ما میده که هم در تشخیص کمک کننده است و هم در کنترل مریضان شکر ما از هموگلوبین A1C تستش استفاده میکنیم. و معاینات متممی دیگه گفتیم که میشه سبب اختلاطات شود، چشم مریض معاینه میشه، مثلا قلب مریض معاینه میشه، فشار مریض معاینه میشه، لیپید خون مریض چک میشه، تست وظیفوی گرده برای مریض میشه، به خاطر که این میتونه توأم با مرض شکر نزد مریض موجود باشه. خب جناب دکتر صاحب، آیا مرض شکر و یا هم دیابت تداوی داره که اکثر مریضایی که شکر دارن با همی گپ دست پنجه نرم میکنن و همیشه پشت زمین در تلاش هستن که آیا مریضی ما تداوی میشه و یا نه؟ بله. تداوی یا مرض شکر علاج مکمل نداره اما تداوی داره. تداوی ما میکنیم. هدف از تداوی طول عمر مریض است، بلند بردن کیفیت زندگی مریض است، جلوگیری از اختلاطات که قبلا اشاره کردیم، جلوگیری از اختلاطات مرض است و بالاخره کنترل شکر خون مریض است که مریض بتونه روزانه فعالیت زندگی خود به صورت درست پیش ببره. اما علاج مکمل برای شکر تا فعلا موجود نیست. درباره تداویش باید عرض بکنیم که تداوی به صورت گروپی صورت میگیره و شروعش اول از آموزش خود مریض است، یعنی مریض شکر باید دکتر خود باشه. آموزش و معلومات کافی درباره مرض برای مریض داده میشه که چگونه دوای شکر خود بگیره، چگونه شکر خون خود تست بکنه، در کدام صورت به شفاخانه یا پیش دکتر مراجعه بکنه. آموزش مکمل درباره مرض و اختلاطات مرض نزد شخص باید صورت بگیره. در قدم دوم تغییر شیوه زندگی است تداوی برای مریض. طوری که گفتیم تایپ 2 ریسک فاکتورهای خاص خود داره که سن بلند داشته باشن از 45، وزنش زیاد باشه، فشار بلند باشه، تشوش لیپید خون داشته باشه، موبایل نباشه مریض، فعالیت فیزیکی نداشته باشه. با کنترل از این شکر کنترل میشه و وقایع میشه. به این خاطر ما
برای مریض توصیه میکنیم که امو تغییر شیوه زندگی مریض است. یعنی کسی که موبایل نیست، کسی که فعالیت فیزیکی روزانه نداره، روزانه حداقل 45 تا 1 ساعت اکسرسایز بکنه، فعالیت فیزیکی داشته باشه که هم این به خاطر کنترل شکرش خوب است، هم به خاطر کنترل وزنش خوب است و هم به خاطر کنترل فشار بلند خون. یعنی مریض باید وزن خود کنترل بکنه، روزانه به شکل متواتر مکمل ورزش داشته باشه، ورزش‌های سبک و هوازی. هدف از او است که حداقل ریت مریض مثلا 80 فی دقیقه ضربان قلب مریض است تا 140 برسه، 80% بالا بره روزانه به طور منظم، یا هفته 3 روز میتونه که در او ورزش ها ما بایسکل روانی را بکنیم، ریسمان بازی، آب بازی، دوش، یه تمامش اکسرسایز یا ورزش هایی است که میشه به خاطر کنترل وزن و کنترل شکر نزد مریض شکر توصیه شود. و بعد از اکسرسایز رژیم غذایی که در کنترل شکر فوق العاده مهم است. ما با کنترل و توصیه دقیق رژیم غذایی به مریض میتونیم که شکر مریض کنترل بکنیم بدون از اینکه برش دوا توصیه بکنیم در مراحل مقدم. و رژیم غذاییش هم نظر انرژی که میگیره نظر به فعالیت فیزیکیش، نظر به وزنش سنجیده میشه و برای مریض توصیه میشه. اما به صورت عموم میگن که کالری را که روزانه از مواد غذایی میگیرن باید 50 الی 55% از این از کربوهیدرات یعنی شایسته بگیرن. 25 الی 30% میتونن که از شحم بگیرن. 20-25% گفتن میتونن که از پروتئین بگیرن. اما غذایی که از کدام غذا به صورت مطلق مریضای شکر پرهیز بکنن، قندهای ساده را گفتن که به صورت مطلق مریضای شکر از یا پرهیز هستن، یعنی باید نگیرن. که در قندهای ساده میتونیم بگوییم که قند، بوره، گور، نیشکر، چاکلیت، کاکائو، بیسکیت چیزایی است که قطعا از این گرفته نمیتونه. و درباره نشایسته باب و حبوبات و پروتئین باب گفته میتونیم مثلا نان خشک، برنج، کچالو، لوبیا، نخود، گوشت ماهی، گوشت مرغ یا را گرفته میتونن، اما کمتر نسبت به یک فرد عادی، دفعه 1 بار 2 بار. و درباره میوه نسبت به فردای عادی باید کم بگیرن، مثلا روز 1 دانه سیب، 1 دانه 2 دانه کیله گرفته میتونن. اما چیزی را که یا متواتر و به صورت دوامدار بدون کدام پرهیز گرفته میتونن میشه که از سبزیجات، کرم، کاهو، گلپی، بانجان رومی، بادرنگ و سبزیجات از فامیل سبزیجات هم مکمل یا به صورت دوامدار و حتی زیاد هم گرفته میتونن. بر از او مانع وجود نداره و مایات در پالوش باید به صورت کافی مایات بگیره. بر علاوه از رژیم غذایی دیگه با چی ما میتونیم تداوی کنیم؟ خب طوری که در تداوی گفتیم که قدمه های خود دارد. شروع گفتیم که با اکسرسایز، با کنترل وزن و بالاخره با رژیم غذایی. در صورتی که با این مرحله ها ما نتانیم به هدف تداوی برسیم، بعد از اون تداوی دوایی است. صنوف مختلف تداوی ادویه ما به خاطر تداوی داریم که مکانیزم تاثیرشان مختلف است. بعضیشان سبب از این میشه که افراز انسولین زیاد بکنه، بعضیشان سبب از این میشه که حساسیت حجرات در مقابل انسولین زیاد بکنه و بعضیشان سبب از این میشه که از جذب گلوکوز یا شکر از طرق هضمی جلوگیری بکنن که بعد دوزهای مختلف و برای مریض توصیه میشه نظر به اعراض و علائم و نظر به امراض مترافقش که مریض شکر در پاله خود داره برای مریض توصیه میشه. و برای تداوی تایپ 1ش باید بگوییم که تایپ 1 که در صورتی که انسولین هیچ افراز نمیشه، تداوی قطعی از او باید انسولین از بیرون به صورت زرقی بگیره و با تابلت های مرض شکر و یا هم با قدمه هایی که ما پیشترن گفتیم که با کنترل وزن و با رژیم غذایی و با اکسرسایز ما نمیتونیم دیابت تایپ 1 تداوی بکنیم. تداوی مشخص از او گرفتن انسولین با دوز مناسب از طریق زرقی، از طریق تحت جلدی نزد شخص برای مریض انسولین توصیه میشه و دوامدار باید انسولین از بیرون به صورت زرقی بگیرن. و درباره توصیه ما به خاطر مریضای شکر که ای است که در قسمت تداویش باید یا یعنی به هر دکتر مراجعه نبکنن. خوب هستن که یا به یک کلینیک مشخص، به یک دکتر مشخص مراجعه بکنن که دکتر هم نتیجه تداوی خود ببینه که با کدام دوز، با کدام ادویه شکر مریض به کدام هدف تداوی ما رسیدیم.
یعنی برای پیش یک کلینیک یا حتی یعنی بگیم یک دکتر خاص داشته یک دکتر خاص داشته باشند و گفتیم که تداوی حتی یک دکتر هم گروه تداوی در اینجا شامل است. یعنی در تداوی برعلاوه که ما قدمه ها را گفتیم، دوا را گفتیم، حتی سایکاتریست، دکتر اعصاب باید روان مریضه از نگاه روانی مریض تداوی بکنن و در صورتی که طرف اختلاطات رفته باشه مریض، تا دکترهای ارتوپدی، دکترهای جراحی با او مریض مشوره میشه و هم در تداوی شریک ساخته میشن. اما به صورت عموم به خاطر از اینکه هدف تداوی ما است که از اختلاطات جلوگیری بکنیم، در اون صورت یعنی مریضای در صورتی که شکر خونشان کنترل باشه خوب است که اینا یعنی سالانه معاینه چشم برشان صورت بگیره، سالانه معاینه گرده یا تست وظیفوی گرده نزدشان صورت بگیره و معاینات قلبی تست به خاطر وظیفه قلب نزدشان صورت بگیره که به طرف اختلاطات نرن. یعنی مریضای شکر در پالوی ازی که شکر خود کنترل میکنن تداوی میکنن، ارگانایی را که شکر تخریب میکنن یا تارگت قرار میتن باید از وظیفه از او هم آگاه باشه و سالانه یک بار او هم پیش دکتر بروند تا او معاینه شود تا به اختلاطات شکر مواجه نشه. سلامت باشین دکتر سید نصیر احمد نبوی، متخصص داخلی عمومی در شفاخانه الحیات که با ما وقت دادین و موضوع را با ما و بیننده های عزیز روشن ساختین. روانی شما زنده باشید. اکثرا با بعض اشخاص ما در جامعه روبرو میشیم که اونا فکر میکنن که ما شخصیت سالم در جامعه نداریم. امروز ما در برنامه شفا در بخش سلامتی روان شخصیت سالم را به معرفی گرفتیم که چگونه یک شخصیت سالم داشته باشیم و بر خود چطور شخصیت سالم را بسازیم. پس توجه شما را جلب میکنیم به این بخش برنامه. ما همیشه آن چیزی را که میبینیم و میشنویم بیشتر ارزش میدیم از آن چیزایی که بیشتر ملموس نیستند. به طور مثال کسی اگر از لحاظ جسمی مریض باشه بیشتر مورد توجه قرار میگیره، در حالی که بیماری های روانی خیلی خطرناکتر از بیماری های جسمی هست. مثلا کسی که افسردگی دارد و نسبت به زندگی و نسبت به اطرافیان خود و نسبت به خود به دید تحقیرآمیز، دید بی‌ارزش میبینه و دلش از زندگی سیاه و سرد هست، خیلی درد از این عمیق‌تر و شدیدتر از او کسی هست که بیماری های جسمی دارد. اما گونه که میبینید در طبابت ما دو نوع طب داریم، یکی طب وقایوی و یکی طب معالجوی و هدف از طب وقایوی بیشتر حفظ سلامت و صحت انسان هاست و طب معالجوی درمان مریضی های یا بیماری هاست که انسان ها با او مبتلا میشن. ما از لحاظ روانشناسی هم در سلامت روان دو بود داریم، یکی حفظ سلامت روان هست، یکی درمان اختلال های روانی هست. اما یک تفاوت بین روانشناسی و طب هست به این که ما از لحاظ طبی یا انسان سالم داریم یا انسان بیمار، اما از لحاظ روانی و از لحاظ سلامت روان چنین نیست. ما یک چرخه را اگر در نظر بگیریم، یک طرف چرخه انسان سالم و طرف دیگرش انسان بیمار، انسان ها از لحاظ سلامت روان در این چرخه در حرکت هستند. یعنی حالت ثابت مطلق نمی داشته باشه که یک انسان 100% به چرخه سالم قرار داشته باشه یا هم به چرخه بیمار. به او خاطر ما انسان سالم داریم، انسان روان پریش داریم، انسان روان رنجور داریم و تفاوت در شخصیت های انسان ها داریم. شخصیت سالم شخصیتی است که از لحاظ روانی در یک آرامش کامل به سر میبره و از لحاظ فکری و منطقی و از لحاظ فکری و شناختی دارای فکر منظم و منطقی هست و به این خاطر هست که در ارتباطش با دیگران هم دارای یک رابطه ارگانیک بوده و هیچگاه دچار تنش و بیقراری و اضطراب نمیشه، که یک سلسله از ویژگی های شخصیتی است که انسان های سالم را می داشته باشند که ما به گونه مختصر بعضی از اینها را اینجا نام میگیریم. اولین ویژگی انسان سالمی است که بالای احساسات خود غلبه می داشته باشه، یعنی بالای هیجانات و احساسات خود حاکم می باشه، هیچ وقت بر اساس خشم، بر اساس نفرت، بر اساس ترس، اضطراب تصمیم نمیگیره، کار نمیکنه، بلکه بیشتر بر اساس شناخت و بر اساس فکر و منطق به پیش میره. دومین ویژگی انسانی که اعتماد به نفس سلامت روان داره داشتن عزت نفس است.
عزت نفس به این معنا که یک انسان سالم برخوردها و رفتارها و کنشها و گفتارهایش برگرفته شده از درونش است و نسبت به خود یک احساس عمیق و ارزشمند دارد. هیچ وقت خود را در مقایسه با دیگران قرار نمیده، نه خود را از دیگران بالاتر میدانه، نه پایینتر میدانه، نه برابر میدانه، بلکه به حیث یک انسان منحصر به فرد رفتارها و گفتارهایش برگرفته از درونش است. سومین ویژگی انسان سالم ثبات در بحرانها است. طبعا زندگی انسان ها اتفاقات و حوادث مختلف را می داشته باشه، غم هست، خوشی هست و شرایط مختلف را تجربه میکنه، اما انسان سالم انسانی هست که در چنین شرایط خود را نمیبازه، آشفته نمیشه، سردرگم نمیشه، بلکه خیلی آرام و خنثی با حوادث و پیشامدهای زندگی برخورد میکنه. همچنان ویژگی دیگری انسان سالم این هست که از طبیعت لذت میبره، یعنی از پدیده های طبیعی، مثلا از سفر کردن، از دیدن آبها، مناظر زیبا و امثال از اینها دیگر پدیده های طبیعی را به دیده قدر میبینه و به شگفتی های از او تمرکز میکنه و دقیق میشه و نسبت به محیط اطرافش، مخصوصا محیط طبیعی، بی‌توجه و بی‌تفاوت نمی باشد. و ویژگی دیگری انسان سالم این هست که در زمان حال زندگی میکنه و نه در گذشته میمانه و نه نگران آینده هست. به این معنا که با وجودی که میدانه که یک آینده پیش رو داره و یک گذشته ای را هم پشت سر گذاشتنده، اما آنچه که مهم است عمل در حال هست و این را هم میدانه. عمل در حال به این معنا است که ما از حال خود باید استفاده بکنیم و کار برنامه امروز خود داشته باشیم، نه اینکه استفاده از حال به معنای خوشگذرانی یا هدر دادن اوقات حال بوده باشد. ویژگی دیگری انسان سالم مثبت اندیشی هست. همیشه در قضایا و پیشامدهای زندگی و در عواملی که در اطرافش میچرخه دید مثبت داره و جوانب مثبت را در نظر میگیره. به این معنی نیست که انسان مثبت نگر دنیا را گل و گلزار میبینه و همه چیز را بر وفق مرادش میبینه، بلکه انسان مثبت نگر این است که در کنار چالش ها و در کنار مشکلات و در کنار موانع و قضایی که در زندگیش پیش همیشه میدانه که این آخر کار نیست و هر مشکل راه حل داره و هر بنبستی بالاخره به پایان خواهد رسید. یکی از ویژگی های انسان سالم اعتماد هست. یک انسان سالم خیلی راحت میتونه با دیگران اعتماد بکنه و دیگران هم بالا از این اعتماد داشته باشه، چون به دیده شک و دودیلی با دیگران نمیبینه و از طرف دیگر چون ثبات شخصیت داره دیگه هم میتونه بالا از این حساب بکنه و بالاش اعتماد بکنه. و همچنان ویژگی دیگری انسان سالم واقع بینی هست. و واقع بینی به این معنا که هر انسان از خود ایده ها و ارزش ها و آرمان هایی می داشته باشه، اما این ایده ها و ارزش ها در یک واقعیت شکل می گیره، یعنی نمیتونه در فضا شکل بگیره و دور از ارتباطش با دیگر انسان ها. و او خاطر یک انسان سالم با شناخت واقعیت میتونه با او تعامل بکنه، یعنی با انزوا نمیره و از طرف دیگر هم ارزش ها و اهداف خود حفظ میکنه، ذوب واقعیت ها نمیشه، که یک انسان سالم چنین ویژگی ها را میداشته باشه. برای از اینکه ما سلامت روان یا سلامت شخصیت خود حفظ بکنیم، بعض نکاتی هست که ما را در قسمت کمک میکنه. اولین نکته داشتن خواب سالم هست. به هر اندازه که ما خواب سالم و پوره داشته باشیم، کامل داشته باشیم، اما اندازه روان ما آرام می باشه. دوم ورزش هست. به هر اندازه که تحرک جسمی زیادتر داشته باشیم، به ما اندازه ما لحاظ روانی سالمتر می باشیم. نکته سوم هم خوراک هست. همون قسم که غذای سالم میتونه جسم ما را سالم نگه داره، بر روان ما هم تاثیر داره و گرسنگی مفرط و یا هم پرخوری زیاد میتونه
بالای سیستم روانی ما هم تاثیرات منفی داشته باشه. همچنان دعا و نیایش، همون قسم که تجربات و تحقیقات هم ثابت کرده سیگنال های منفی را از ما دور میکنه. بر اندازه که ما بتانیم در شبانه روز اوقات برای دعا و نیایش داشته باشیم، با ما اندازه میتونه ما را از لحاظ روانی سالمتر نگه داره. و نکته دیگر و خیلی مهم آراستگی ظاهری هست. توجه به ظاهر، توجه به آراستگی ما، از آراستگی سیما و آراستگی لباس شروع تا تمام آراستگی های اخلاقی و آراستگی های رفتاری، اینها میتونه در سلامت شخصیت ما مؤثر باشه و نقش مهمی داشته باشه. کار و فعالیت و تحرک بدنی، اینها میتونه در سلامت انسان نقش خیلی مهم داشته باشه. هر وقت شما از کار باز میستین و جای توقف میکنین، راکت باقی میمانین، اینجا هست که انرژی های ذخیره شده، مخصوصا انرژی های روانی در بدن شما را آرام نمیگذاره و طبعا مثل همون آب میمانه که اگر شما از آب برای آبیاری استفاده نکنین باعث تخریبی جای میشه، یا هم آبی که در جای استا میمانه باعث گندیدگی خودش میشه. به او خاطر یکی از فعالیت هایی که یکی از نکاتی که میتونه ما را سلامت داشتن سلامت روان کمک بکنه، داشتن کار و فعالیت هست و همچنان روابط اجتماعی و فعالیت های اجتماعی هست. بسیاری از بیماری های روانی، بیماری های شخصیتی ربط داره به حضور و عدم حضور فرد در موقعیت های گروهی. هر اندازه شما تنهایی اختیار بکنین، خلوت اختیار بکنین و از جمع و از فعالیت های جمعی و گروهی گوشه بگیریم، به اون اندازه میتونه بالای صحت سلامتی روانی ما مشکل ایجاد بکنه. اما یک نکته را فراموش نکنیم که اگر شما به خاطر کار هدفی بر خود خلوت میگذارین و روزانه، هفتهوار یا ماهوار لحظاتی را، ساعتهایی را یا اوقاتی را ضرورت دارین که تنها باشین، این هم مطلوب هست. اما هدفی است که این تنهایی و این خلوت گزینی جزئی از ویژگی های همیشگی شخصیت شما نشود که شما را وادار بکنه که از جامعه بدور باشین. این نکات هم میتونه ما را در داشتن سلامت روان کمک کنه. تشکر از تمام شما عزیزان بیننده که تا به ایدم با ما بودین و برنامه خودتان را یعنی برنامه شفا را بیننده بودین. و تشکر از این که با ما نظریات و پیشنهاداتتان را در برنامه قبلی فرستادین. صفحه یوتیوب، فیسبوک و تلگرام تلویزیون هلال در خدمت شما هست. میتونین برنامه‌های قبلی شفا را در اونجا بیننده باشین. باز همچنان نظریات و پیشنهادات و اگر سوالات دارین با ما در این برنامه شریک بسازین. وقت همه شما عزیزا بخیر. به امید سلامتی شما عزیزا. الله نگهدار و حافظ.